درود. اینجا لگر ابتدایی در بلندی تقریبا 4,500 متر. اینجا کوهنوردان را میارند به آنها از همین نقطه و دو قله بلندترین تاجیکستان یکی قله اسماعیل سامانی برای فتح کردن میبرند. ما این سفر را تا جای پیگیری خواهیم کرد. شما باشد ما را پیگیری کنید. موسم سیاحی کسبی فرا رسید. فرصت فتح قله‌های آسمانبوس تاجیکستان. اول کوهنوردان به لگر ابتدایی تاجیک پیکس واقع در میدان مسکوین انتقال می شوند. اینجا کوهنوردان جسم خود را به اقلیم خاص مطابق می سازند و بعد به فتح قله‌ها شروع می کنند. در لگر تاجیک پیکس فضای خاص حکم فرماست. فشار اتمسفری در این بلندی پست است. از این رو هوا سبک بوده آدم زود نفس می کشد. هوا باشد روزانه همگی 10-14 درجه گرم و در شبانه از صفر پایان می فراید. گرد و اطراف با برف‌های چندین ساله پوشانیده شده است و همه این سیاحان را مفتون می کند. Aynı zamanda futbol hakemiyim, profesyonel. من اساساً داوری فوتبال هستم، اما کوهنوردی از آرزوهای کودکیم بود. این کار هرچند خطرناک است، اما برای انسان ادرنالین می‌دهد. Adrenalin ve haz sunuyor insana. تضاد عجیب در پس منظر این فضای تند با ششگاه معاصر جای گرفته است. آن با همه شرایط‌های لازمی مهیا است. رخت خواب براحت، آشخانه، حمام، آبی آشامیدنی و حتی برق و اینترنت. باشیشگاه یا лагерь را چند سال پیش شرکت تاجیک پیکس بنیاد نموده است. Знаете, лагерь такой аутентичный, таких лагерей я еще нигде не видел. То есть, чтобы в это место попасть, необходимо пешком минимум 7 дней сюда идти, либо залететь на вертолете. И вот такая некая уединенность в больших горах, на зеленой полянке, ну просто ее нигде нет, нигде. То есть на просторах бывшего Советского Союза таких лагерей нигде нет. از این مکان قله‌های دوشنبه، آزادی، ابن سینا و همچنین قلعه اسماعیل سامانی را فتح کردن ممکن است. بلندی قلعه اسماعیل سامانی 7495 متر بوده. بلندترین قلعه در منطقه پس شوروی دانسته می شود. یکی از عجایب‌های دیگر این طبیعت همین است که شما تقریبا نمیتوانید قسمت بالایی قلعه اسماعیل سامانی را ببینید، چون از حساب بلندی بعد اون همیشه زیر برف‌ها و زیر ابرها میماند. Пик Самани я видел еще в прошлом году, когда заходил на пик Ленина в Кыргызстане, и там с вершины пика Ленина видно пик Самани, вот, и было очень красиво. Я уже тогда знал, что через год приеду сюда. این جوانان ایرانی هم برای عملی آرزوی دیرینه‌شان فتح دو قلعه بلندترین تاجیکستان آمدند. من از 18 سالگی داخل کوهنوردی رفتم و حدود 10 ساله که ارتفاع بلند بالای 7000 متر کار میکنیم. بلندترین قله کشور قرقیزستان که قله پوبدا باشه. پارسال صعود کردیم 7439 متر. انشالله اول کورژنسکایا رو تلاش میکنیم، بعد میخوایم تلاش کنیم روی قله سامانی، اسماعیل سامانی. کوهنوردان از تمام دنیا ماه‌ها انتظار میشوند تا قله‌های بلندترین را فتح کنند. موسم خیلی کوتاه است، همگی 2 ماه، ایول و آگوست. ما اولین سیاحان را گسیل کردیم. در پیش باشد چندین گروه‌های دیگر انتظار سفرند. امام سعیدزاد، آسیا پلوس.